اولین محصول شرکت لابراتوار دکتر اخوی کرم مرطوب کننده دست سیگل با قیمت 385 تومان بود. این کرم که در نوع خود یک نوآوری محسوب میشد، فاقد لانونین بود. در حالی که اکثر سازندگان محصولات مشابه در بازار لوازم بهداشتی و آرایشی از این ماده در ترکیباتشان استفاده می‌کردند که باعث ایجاد حساسیت در پوست می‌شد. اما متخصصان لابراتوار سیگل به کمک تجربیات و دانشی که در این حرفه داشتند، محصولی نو را به بازار عرضه کردند که از خصوصیات آن می‌توان به عدم ایجاد حساسیت در پوست اشاره کرد. و این چنین شد که سیگل در گام اول از رقیبان خود پیشی گرفت. شرکت لابراتوار اخوی یک شرکت خانوادگیه که در سال 1368 توسط مرحوم آقای دکتر نصرالله اخوی تأسیس شد و در حال حاضر توسط پسر ایشون آقای مهندس فرید اخوی اداره میشه. سابقه درخشان دکتر نصرالله اخوی در راه اندازی کارخانه دکتر عبیدی و پارس مینو و مدیریت بخش آرایشی و بهداشتی شرکت مینو پایه‌ای شد تا هدفگذاری سیگل بر این باشد که محصولاتش را از ابتدا با بهترین کیفیت ممکن تولید کند. اما در بازار رقابت این برند تازه تأسیس باید خود را دقیق و بر پایه صداقت معرفی می‌کرد. من از ابتدای کار اگر براتون بخوام بگم به صورت یک پیشنهاد میتونم بگم از طرف پدرم بود. زمانی که من فارغ التحصیل شده بودم و میخواستم بگردم دنبال کار، یک روز صبح اومدن ایشون به من گفتن که خب تصمیم چیه؟ میخوای چی کار بکنی؟ گفتم که مثل بقیه افراد دارم میگردم دنبال کاری که ببینم که کدومش در واقع بهتره میتونم انجام بدم. ایشون گفتن غیر از این کار میتونی به چیز دیگه هم فکر بکنی. گفتم خب منظورتون چیه؟ یه ذره واضح‌تر بگین. گفتن که من یه مجوز لابراتوار داروسازی تقریبا از سال 1350 گرفتم که این الان دیگه منقضی شده. اگر بخوای میتونی این رو بری و مجوزاشو بگیری زنده‌اش بکن. وقتی فکر کردم دیدم خیلی جذابه اول کار، چون فکر نمی‌کردم انقدر درد سر داشته باشه. شاید دو سال خورده طول کشید تا ما تونستیم این مجوزها رو بگیریم که در اون زمان چون مجوز اولیه به اسم داروسازی بود، داروسازی ابی بود، ما می‌خواستیم داروسازی و آرایشی بهداشتی رو با هم داشته باشیم که گفتن نمیشه، یا باید داروسازی رو انتخاب کنی یا آرایشی بهداشتی. که آمدیم در واقع آرایشی بهداشتی رو انتخاب کردیم و اسم لابراتوار شد لابراتوار آرایشی بهداشتی دکتر اخوی. خب ما میتونستیم محصولات رو به صورت محصولات معمولی شروع کنیم به بازار عرضه کردن یا بیایم یه خورده خاصش بکنیم. از اونجایی که پدر من خب تخصصشون خیلی خاص بود، تصمیم گرفتیم که با اساتید و با دکترهای پوست درماتولوژها در واقع شروع بکنیم که من خودم نزدیک یک سال کل ایران رو رفتم گشتم، باهاشون صحبت می‌کردم، نظرشون می‌پرسیدم که بیشتر برندایی که دارن استفاده می‌کنن چه برندایی، برای چی دارن استفاده می‌کنن، چه بافتی رو ازش انتظار دارن، به چه صورتی می‌خوان پخش بشه. و این اطلاعات کلی وقتی که درآمد من انتقال دادم به پدر و از اونجا در واقع کار فرمولاسیون شروع شد و افتاد به مرحله تولید. وقتی که دستیار سال اول رشته درماتولوژی بودم، لابراتوارهای اخوی شروع به کار کردن و اون زمان واقعا هنوز محصولات ایرانی خیلی تو بازار نبودن. محصولات خارجی هم که تو بازار بودن
بعد از خاتمه جنگ مقدار ورودشون هنوز مسئله داشتن و لزوم تولید محصولاتی که بتونه نیازهای کشور رو پوشش بده کاملا حس می شد. لابراتوار دکتر اخوی با درک این شرایط، با همکاری که با دانشگاه‌ها داشتن، شروع کردن به تولید محصولاتی که از سوی جامعه پزشکی نسبت به اونها اعلام نیاز می شد. این محصولات صرفاً محصولات آرایشی بهداشتی نبودن، بلکه نقش درمانی هم داشتن و با تولید خوب محصولات سبب ایجاد اعتماد در جامعه متخصصین پوست شدن و متخصصین پوست با طیب خاطر محصولات سیگل و بعدها محصولات پرایم رو تجویز می‌کردن و می‌کنن. مدیران سیگل معتقدند موفقیت و اعتبار امروز این شرکت وابسته به نوع روش آنها در مسیر تعامل مستقیم با پزشکان شهر به شهر ایران است و اکنون همه پزشکان و متخصصین پوست ایران با نام این شرکت به خوبی آشنا هستند. این تعامل مؤثر تا به امروز نیز ادامه دارد. شرکت لابراتوار دکتر اخوی با حضور قدرتمند خود در سمینارهای پزشکی و گفتگو و تبادل نظر رو در رو با تمامی پزشکانی که در این عرصه حضور دارند، رشته اتصالش را با مهمترین شاهراه شبکه متخصصین حفظ کرده است. میتونم به جرئت بهتون بگم اولین لابراتواری که در واقع تصمیم گرفت که پزشک استخدام کنه برای معرفی محصولات ما بودیم، چون تا قبل از اون افرادی که میرفتن پیش متخصصین افرادی بودن که تخصص کافی رو نداشتن و میومدن یه دوره توی خود لابراتوارها میدیدن و میرفتن پیش پزشکا صحبت میکردن. ما به این نتیجه رسیدیم که اگر که یک پزشکی رو بگیریم که بتونه خودش بره یه در واقع توضیح علمی رو بده، خیلی بهتر خواهد بود که خب اینا رو پزشکا رو استخدام کردیم، دوره‌هایی رو براشون گذاشتیم، فرمولاسیون‌ها رو براشون واز کردیم، خیلی علمی در واقع کار ویزیت میشد، میتونستن از محصول دفاع بکنن و بعد از مدتی که دوباره برمیگشتن برای سری‌های بعد اگر احیانا کم و کاستی داشت یا دکترا انتظار دیگه داشتن در واقع به ما برگشت داده میشد که ما میتونستیم روی اون تغییراتی رو که میخوایم بدیم و به اون محصولی نهایی رو که میخوایم در واقع بهش برسیم. حاصل همه تلاش‌ها و پشتکار مدیران این مجموعه و صرف نیروی فکر و انرژی و خلاقیت به این نقطه رسید که برای ادامه راه و در جهت افزایش ظرفیت تولید دست به گسترش زدند و توسعه فیزیکی محل کارخانه و احداث ساختمان‌های جدید را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند پاسخگوی نیاز ایجاد شده در بازار گسترده محصولات باشند. همکنون در کنار برند سیگل این شرکت 3 برند دیگر نیز ایجاد کرده که هر یک در تهیه و تولید محصولات مربوط به خود زبان زدند. برند پرایم که محصولات آن منطبق بر اصول و تکنولوژی روز اروپا ساخته می شود، در واقع بالاترین کیفیت را در بین سایر محصولات دارد و قریب به 5 سال است که با بیش از 40 نوع محصول متنوع در بازار ایران حضوری درخشان دارد. همچنین 2 برند تخصصی خمیردندان به نامهای فریس و فارمد در این شرکت تولید می شوند. فریس خمیردندانی با کیفیت برای استفاده عموم و نیز مورد استفاده کودکان است و خمیردندان فارمد محصول تخصصی لابراتوار دکتر اخوی برای دندانهای حساس می باشد. شرکت لابراتوار دکتر اخوی با در اختیار داشتن دستگاه‌های مجهز به تکنولوژی نانو تنها تولید کننده این نوع خمیردندان در کشور است.
همچنین ژل خمیردندان مخصوص کودکان فریز که همزمان به عنوان محلول دهانشویی نیز قابل استفاده است، اولین محصول با این ویژگی در ایران است. از مهمترین دستاوردهای شرکت لابراتوار دکتر اخوی در زمینه علمی و شاخه‌های تخصصی آن باید به تجهیز آزمایشگاهی در چهارچوب استانداردهای جهانی اشاره کرد، به طوری که این آزمایشگاه همکنون به عنوان سومین آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت در زمینه محصولات آرایشی و بهداشتی شناخته می شود. آزمایشگاه لابراتوار اخوی در سال 1393 موفق به کسب گواهینامه آکردیته از سازمان غذاداروی ایران شد. این آزمایشگاه کلیه تست‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی و آنالیتیکال رو بر روی تمامی نمونه مواد اولیه و محصول نهایی به طور کامل انجام میده، به طوری که مواد اولیه حین خرید مواد اولیه به آزمایشگاه ارسال میشن و پس از اینکه مورد تایید قرار میگیرن که اغلب هم از بهترین و معتبرترین مراجع و سورس های خارجی هستن خریداری میشن. بعد از اینکه این مواد اولیه به کارخونه وارد میشن مورد نمونه برداری قرار میگیرن و پس از اینکه تمامی تست ها مطابق با برگه های آنالیز این مواد بر روی مواد صورت گرفت، اجازه استفاده در خط تولید به این مواد داده میشه. شرکت لابراتوار دکتر اخوی با همکاری شرکت‌های معتبر اروپایی جهت ایجاد اتاق تمیز مناسب تولید انواع دارو و اخذ مجوزهای مربوطه در آینده نزدیک وارد فاز تولید محصولات دارویی، درموکازمتیک و همچنین محصولات حفاظت از مو خواهد شد که به همین منظور کارخانه دوم این شرکت به نام سیبوته در منطقه اشتهار راه‌اندازی شده و به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر من فکر میکنم که پتانسیل شرکت لابراتوار اخوی خیلی بالاست، چه از لحاظ تولید چه از لحاظ امکانات پخش. از لحاظ تولید به خاطر اینکه ما تونستیم مجوز GMP رو بگیریم و علاوه بر محصولات آرایشی بهداشتی میتونیم محصولات دارویی تولید بکنیم که محصولات درموکازمتیک ان شاءالله در آینده اینجا تولید خواهد شد. به اضافه اینکه در کارخونه جدید میتونیم محصولات آرایشی بهداشتی یا کالر کازمتیکس تولید بکنیم و از اون طرف سیستم پخشمون به صورت مویرگی و آنلاین جوری هستش که میتونیم در عرض کمتر از 48 ساعت در واقع کل محصولات رو عرضه بکنیم به بیش از 8000 تا داروخونه در کل ایران. فکر میکنم که این پتانسیل ها برای شرکت های خارج از ایران جذابیت خاصی داشته باشه که ایشالا در آینده نزدیک بتونن با ما ارتباطی رو برقرار بکنن که ما بتونیم با کمک همدیگه محصولات جدیدی رو تولید بکنیم و به بازار عرضه بکنیم. در حال حاضر شرکت لابراتوار دکتر اخوی حدود 500 نفر پرسنل و 150 عنوان محصول تولیدی دارد که با هدف تبدیل شدن به واحد نمونه تولیدی کشور همواره با اتکا به استراتژی آغازین خود و با سعی در ارتقاء مداوم سطح کیفی تولیداتش در مسیر حفظ رده استانداردهای جهانی و رقابت در این عرصه به ماندگاری در عرصه تولید ملی می‌بالد و الگویی مرجع برای دیگرانی است که پای در این مسیر می‌گذارند. تمام تولید کنندگان داخل اگر که بخوان میتونن خودش رو به این توان برسونن که محصولاتی رو تولید کنند معادل با اقلیم ایران که بتونه جایگزین مناسب تری حتی از محصولات خارجی باشه. علتش هم اینه که شرکت هایی که کارشون تولید مواد اولیه
در واقع این محصولات هست توی ایران نماینده دارن که ما دائما ویزیت میشیم، سالی یک بار میریم به نمایشگاهشون که از محصولات جدیدشون دیدن بکنیم و میتونم بگم برتری محصولات ایرانی اینه که بعد از گرفتن در واقع اون مواد اولیه ما میایم این رو برمیگردونیم به شرایط اقلیمی و آب و هوای ایران و معادل همون محصولات رو برای مردم میتونیم تولید بکنیم. در تمام این سالها لابراتوار دکتر اخوی کوشیده تا با سرلوحه قرار دادن ذهنیتی خلاق و روحیه‌ای خستگی ناپذیر محصولاتی با کیفیت و منحصر به فرد تولید کند. به عبارتی دیگر تولید محصولات این لابراتوار شبیه به فعالیت هنرمندی متبحر است که با درآمیختن مواد مختلف با یکدیگر با نسبت‌های گوناگون و ایجاد کیفیت مطلوب در محصول نهایی اثری بدیع و ماندگار می‌آفریند. چشمانداز پیش روی شرکت لابراتوار دکتر اخوی همکاری مؤثر با شرکای اروپایی است تا بتواند محصولاتی برابر با استانداردهای جهانی تولید کند. تمامی اهداف برای رسیدن به این جایگاه نشانگر استواری و اعتقاد بر اندیشه‌ای است که می‌کوشد تا زشتی را بزداید و جهان را برای ما زیبا و زیباتر کند.